شما حتما آدمایی رو میشناسید که میگن یه چیزایی توی ذهنمون هست و نمیتونیم بنویسیم. سایرس توی ذهن وقتایی من که من حالم خوبه روبرویمون همه چراغاش و بعد از گذشت نیم ساعت من رو لبخند میزده به دکه ساعت می‌دیدم. خیره می‌دید. بعضیا معتقدن که نویسندگی یک استعداد ذاتیه. بعضیا دارن، بعضیا ندارن. سکانس خواستگاری من اون باغچه هنوزم همونجا هست. آمار آقا جمالم داشت. از دید بعضیا جذاب، نصف صورتم انگار نبود. شما تو این دوره میتونید یاد بگیرید، نمایشنامه بنویسید، فیلمنامه بنویسید، قصه زندگی خودتون رو بنویسید و حتی رمان. قلم رو بردارید، خاطر دوستتون رو تغییر بدید. فقط من میدونم. 10 تا چیز که دیدید، فقط شما میدونید. 5 تا صدا که شنیدید. میخوام بهتون بگم نویسندگی یک مهارته. باید یاد گرفت. من یه جادوگرم. تمام کلمات رو از توی دنیا برداشتم. شما میتونید 4 تا کلمه رو نجات بدید. حمید ابراهیمی هستم. دوره نویسندگی رو قدم به قدم با هم کار میکنیم.